و این کسی که مثلا در تاجیکستان نشسته، در روسیه نشسته، بعد از این کلیپ هایی که دیدم طرف در هلند نشسته، در آلمان نشسته، در اونجا نشسته، فلانی طاغوت. خب جانور تو که نه تو غرب نشستی، پاسپورت مثلا بلژیک و هلند و آلمان و غیره رو سر جیبت گذاشتی یا پاسپورت روسی سر جیبت گذاشتی، تو چی هست؟ تو تا همه قوانین اون کشور رو امضا نمی‌کردی، قبول نمی‌کردی که بهت پاسپورت نمیداد. اوکراین پاسپورت هلند و بلژیک و آلمان در سر جیبش هست. فریب اینها رو نخورید. اینا دروغگویانی هستن که خودش در جرمنی نشسته، در هلند و بلژیک نشسته، از اونجا میگه که والله فلانی طاغوت است. تو که اونجا رفتی زیر پرچم صلیب نشستی، اونا مسلمانن، ولایت حکومت صلیبی رو قبول کردین، چرا اسلام است؟ همین صلاح الدینشون که در هلند زندگی میکنه، همین بیشرف پاسپورت هلندی داره سر جیب، یا ابو محمد مدنی در اوکراین پاسپورت اوکراینی سر جیبش هست. اما امروز آیا کشور اسلامی در کجا است؟ آیا مگر دولت افغانستان دولت اسلامی است؟ هر انسان دولت افغانستان و پاکستان و سعودی را دولت اسلامی بگه خودش کافر میشود. که جای این دولت ها دولت اسلامی هستند، همه این دولت کفری هستند. و دولت تاجیکستان و دیگر همین پاسپورت که ما داریم همش دولت پاسپورت دموکراتی هستند. از خود افغانستان گرفته و ایران گرفته و پاکستان گرفته و تمام دولتایی که به نام مسلمانی هستند همش یک کفر هستند، دولت دموکراتی هستند. اما در حالتی که انسان یک هجرت بلدی می شود در تاجیکستان، در دیگر جا نمیتونه که به دینت عمل بکنی، در اینجا میتونه که عمل بکنی. میره هجرت کردن صحابه، اولی که هجرت کردن این مکه به حبشه را رفتن، دارالکفر بود. برای چی اونجا رفتن؟ برای اونجا گفته که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه نجاشی انسان یک پادشاه عادل است، هیچ کار به دینش کار نمیگیره. و این افسانه که این میگه در کجا گفته که تو بدینی باشی؟ در امریکا در کجا گفته است؟ کی گفته که آیا همون دولت افغانستان دولت کفری نیست؟ همین دولت طالبان دولت کفری نیست؟ همین طالبان اولین نشست مطبوعاتی که ذبیح الله مجاهد گرفت، همین نگفت که ما صلح داریم قطعی امریکا از طرف ما در امان است. صلح ابدیشون رو اعلان کردن و دیگر دولت‌های همسایه دولت کفریشون گفتن صلح ابدی در اسلام وجود نداره. در اسلام صلح موقت است، چند مدت میشه و اگر صلح ابدی شد جهاد از بین میره. هیچ جور این خیل نیست. همین دولت ایران و اینا دولت اسلامی نمیگن. همین طالبان که امروز اومدن گرفتن، همینا در کجا تطبیق شریعت میکنن؟ در کجا به حکم الله کار میکنن؟ فقط به ادعاشون. در اصل عقیده اینا عقیده قبوری است و اینا ماتریدی هستند. در کجا؟ پس اینا به حکم غیر الله کار میکنن. و من لم يحكم ما انزل الله فاولئک هم الكافرون ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. خب خود در کجا زندگی داری؟ در کدام دولت زندگی داری؟ میره سوالش بکنی. همه یه دولت کفر، هیچ فرقی نمیکنه. فقط ایش که یه دولت دیگر میره اونجا کمتر ظلمش مثل دیگر دولت ها نیست. اما حکم پاسپورت ها همش یکن. این ترس میکنه автомат برو گرفته گفت زده است یا برو خونه برو بگو یا چیز تعلم بگی، یک چیز بفهم، حالت بفهم. یک آدم در تاجیکستان هم انسانی که هیچ رفتگی نیستن، خواهرشون قضیه العیاذ بالله اینا کردن. در افغانستان، در همین افغانستان مرده که هیچ جا رفتگی نیست، مفتی زن دختر زنش قطعی همون ربی بش قطعی زنا کرده، دختر خودش قطعی دیگرش زنا کرده. همون افغانستانی که مسلمانیش میگه ینگه هاشون قطعی زنا کرده هستند که ایشوهاشون جدا نشده. پس چیکار بکنن؟ اونا که هیچ جا نرفتن، در همون دولت اسلامی به زعم خودت کردن. پس چیکار بکنن؟ بعد از اونجا اونا که خارج بشن، دلیل عقلی میاره. یک آدم اومد گفت خواهر ما میگیریم، یک آدم میخیل کرد، یک آدم کافر شد. این دلالت بر این یک نظام عام نیست. این چیزا خودت خوبتر میدونی. الله اعلم بالصواب. در افغانستان در بین مسلمانان زندگی داره، ولی الامر تو مسلمانه. همون کسایی که میگن که ما امریکا قطعی صلح ابدی داریم و هیچ وقت جنگ نمیکنیم، از خاک ما زیدیگان کافر هجوم نمیشود، پس اونها را مشرک هستند. در بین مشرکا داره زندگی میکنی. بلکه اونها را اگر ولی الامر بدونی و اونها را مسلمان بدونی خودت کافری. در انم خونه دیستگی کافر شدگی هستی. خیلی یک دولتی که حاکمش مسلمان است و دولت اسلامی میگوی، خیلی حکم میکنی یک دارالکفر به دارالاسلام. با کدوم یعنی تو چی که اجازه دادگی است که کفر مسلمان میگی؟
حلال حرام میکنی. کسی کفر مسلمان بگه مسلمان، اسلام کفر بگه کفر اسلام بگه، خودش کافر میشه. این جهل مرکب داره این قدمی است. دولت کفر اقامت کردن جایز نیست، این گپ هیچ کس اختلاف نداره. خیلی که گفتگو خشم برای تجارت، برای دعوت، برای تعلم، برای یگان ضرورت، یعنی حاجتی که انسان ضرور است. اما که همون دولت اسلامی که همونجا برای ما گشاده هست، یک دولت نه همش قانونشون نگه، همش امریکا را گوش میکنن، همش روسیه را گوش میکنن، نصفش امریکا را نصفش روسیه را گوش میکنن. همه اینا پس حکم میده، پاسپورت های همش یکن. این دلالت بر جهل مرکب همین انسان جاهل میکنه. امروز فرزندت میتونه که با پاسپورت کفری، یک پاسپورت کفری تاجیکستان خلاص شد، پاسپورت کفری اوکراین گرفت، برای در مصر تعلم بگیره، در سعودی در جای دیپورت هم که کردن ایشش رو میکنن، ترمش نمیکنن ان شاء الله. در حالی که فرزندات مثلا از عقیده را شروع کردگی نیستن، برانش تاجیکستان ترمش میکنن. امکان داره که در انمو حالت انسان کافر بشه، در همون ترمه، در حاضر شکنجه امکان داره که پشیمان بشه همون تعلم گرفتگیش. انسان ها کافر شدن برای به علمیشون و یک سبب است که در حالت ناچار انسان میگیرش، این شاید سبب میشه که انسان دینش میآموزه، در حالی که پاسپورت تاجیکستان، پاسپورت امریکا هیچ گونه فرق نمیکنه، همچون پاسپورت افغانستان و همچون پاسپورت مصر و همچون پاسپورت سعودی و دیگرش. الله اعلم بالصواب. همون آدمی که سوال داد، سوالش بتی که پاسپورت تاجیکی را گرفتن کفر نیست؟ آیا پاسپورت تاجیکی طبق قانون دموکراتی نیست؟ پس فرق اون با این چی است؟ فرق پاسپورت تاجیکی از پاسپورت امریکا چی است؟ هردوش دموکراتی هست. دموکراتی هم طرفی فرانسه و انگلیا رسیده است به تاجیکستان. فرقی را بگو بیان بکن، مرحمت بیان بکن.